شمرادزاده مخصومن، خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 در ناحیه یاوان تحصیل کرده ایستادم. داوطلب در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی. در این آزمون به طریق نظامنامه 120 غزل، 250 رباعی، 900 مصرع از داستان، 216 مصرع قصیده و نوع‌های گوناگون شعری از یاد کردم. غزل خوانید کنید؟ از اول من از شاعران معاصر تاجیک اول از رایخ شرری. غزل دریا. من اون رودم که اندر راه طغیان، نه سنگ ره نه ساحل می شناسم، من اون دریای پرآشوب یک رفت که تنها شیوه دل می شناسم. روانم از میان تنگناها، چو صیدی رم گرفتم می گریزم. نمیدانم چی دارد انتهایم، ولیکن خود به خود من می ستیزم. گهی چون شاعری آشفتم من که از تنگ گریزد سوی پهنا، گهی چون عاشق هجران کشیده بگیرم دامن دشت و دمنها. روم در دشت ها گردم پریشان که خود را در پریشانی شناسم. غزلی باغبان. نگر به باغ شکوفان، نگر به میوه پربر، نگر بر حد سیب و انار و زردالو، چو ردی از کر همه نشان زحمت، همه نشان من است. زمین سبز گواه فر زمان من است. به هر نهال که سرسبز دیده ای در این باغ، تمام عمر سری سبز خیش بخشیدم. زبان درد و درختان سپاس من دارند که هر کدام چراوی داستان من است. درخت جویه پالیز و نغمه کاریس همیشه شاهد گویا و بی زبان من است. اگر اجازه دهید میخواستم غزل دوست داشته خودم را قرائت نمایم. از کی؟ از استاد لایق شرری. آشنانت چون ادا شد آشنایت می رود، از نوا چون باز ماندی هم نوایت می رود. شاهدی رنگ محبت هر نفس با رنگ گل نیاری، دلبری گلگون قبایت می رود. می روی از دست چون دستت بماند از عمل، پایت از راه باز ماند رد پایت می رود. پیش صف باشی هزاران صف در هم باز تویند، چون زی صف بیرون بیفتادی صفایت می رود. داوری خلق میزان ندارد یک مزاج، یک بدی کردی تمامی نیکی هایت می رود. گرگدای شاه طبعی شاه آید نزد تو، شاهی ممسک نتی از در گدایت می رود. گر خدای خیش باشی پشتبان تو خداست، چون زی خود رفتی زی سر لطف خدایت می رود. اینجا از استاد عینی یک چند شعر شما ذکر کرده اید. همون شعری خواه همون خانه بیداد و ستم وی را بود را قرائت کنید. خواه همون خانه بیداد و ستم وی را باد، خواه همون محکمه جبر مزارستان باد، خواه همون تخت که شد باعث بدبختی ما، ریزه ریزه شده در خاک سیاه یکسان باد. خواه همون تاج که زیبی سری سلطانی شد، در سری صاحب خود زیبده سلطان باد. خواه همون قصر که اشرتگاه جلادان است، ریزه ریزه شده در خاک سیاه یکسان باد. دختر یاتش رو خوندید؟
محرم غرچ وای یک شخصی بود که او حمام داشت و شخصان پولدار بسیار به حمام او می رفتند. چرا نامش محرم غرچ است؟ اودینه رو هم خوندید؟ کتابی وی رو خوندم. طبابت به اصول یونانی یک فصل دارد. هم نقل کنید امونا؟ همین وقتی که اودینه بیمار می شود او را به نزد او یک همین طبیب می آید که یک چیزی رو به او جوشانده می دهد و می گوید که اینو خورد حتما وی صحت می شود. از بزرگ صابر شما در اینجا نوشته اید که شعر پیشوای ملت تاجیک رو شما از یاد کرده. همین شعر رو قرائت کنید. من برد از پرته مکتب، من برد از درزه دهقان، رهبری بر جوش مردم از کف دست خیابان. پیشوای ملت تاجیک، پیشوای ملت آزاد، پیشوای ملت بهزاد، پیشوای ملت تاجیک، پیشوای ملت سینا، پیشوای ملت عینی، پیشوای ملت واسه، پیشوای ملت تاجیک. از دری آتش گذشتی چون سیاوش، کردی آتش را تو خاموش. از سری سرحد گرفتی هر مهاجر را در آغوش، جنگ را کردی فراموش. پیشوای ملت تاجیک، پیشوای ملت آزاد، پیشوای ملت بهزاد، پیشوای ملت تاجیک، پیشوای ملت سینا، پیشوای ملت عینی، پیشوای ملت واسه، پیشوای ملت تاجیک. من شیرینی میربدل، دانشجوی کالج تیوی شهر بختر کورس دوم می باشم. اگر اجازه باشد که غزل قرائت کنم از استاد فردانه. وقت بگذار که تحریر کنم فردا را، رود نفسم شوم تازه کنم مجرا را. بعد 100 سال غروبم که کسی یاد نکرد، باز هم منتظرم معجزه عیسی را. ای مرا از همه پیداتر و ناپیداتر، در کجاها که نجستم تو این ناپیدا را. اختصار شفق از صبح من دوست نکنیم، به شکر خنده ببر گردن این شبها را. آمدی یار که بر خاطر من باز آری، عشق را، عاطفه را، آینه را، دریا را. آمدی یار که بر خاطر من باز آری، آن منی گم شده ای به اثری تنها را. زحمتی آمدنت را مفکن بر فردا، پر کن از شعشعه خیش همین حالا را. کنی روبایات خونه؟ اگر من عاشقم عشقم تو هستی، اگر من شاعرم شعرم تو هستی. اگر من یک کتابی کهنه هستم، بدان زیباترین برگشت تو هستی. نباشی تو نه می هست و نه هستی، نه گل هست و نه رازی گل پرستی. با بختی من تو هستی و همه هست، نباشی تو نه من هستم نه هستی. کدام اثرهای استاد این رو گفتید خوندم؟ یادداشت‌ها اودینه. یادداشت رو پره خوندید؟ بله. هر چور قسمشه؟ بله. خب مولا بزرگ کی است؟ مولا تروب. مولا تروب و یک نفری بود که بسیارتر با یعنی شخصی بود که وی بسیار گازیت مجله میخوند. وی با یعنی که با دیگر شهرها یعنی با کاغون سفر میکرد، او رو حتی یک بار تهمت میکنن وقتی که وی از آنجا یعنی که پاپوشی میبرد برای خودش و اون زمان که یعنی بخورا دولتی اونقدر پیشرفته نبود و وقتی که وی راه میگشت یعنی پاپوشی که آورده بود آواز نمیبرآورد، اما در اون زمان پاپوشی که نمیپوشن آواز میبرآورد. لطف‌الله گوپان کی است؟ لطف‌الله گوپان که از چهره های همین کتاب داشته میباشد که در آنجا درباره و یک حکایه مخصوص آورده شده است که یعنی هنگامی که 2 نفر در سر آب بودند و لطف‌الله گوپان به آنجا میآید، اون نفرها برای بستن همین راه آب بحث کرده ایستاده بودند و لطف‌الله گوپان در آنجا میگوید که اگر من همین کار رو کنم شما من چی میدهید و آنها میگویند که با تو یک حلوا تحفه میکنیم. وقتی این کار رو انجام میدهد با آنها او رو به تحفهش سرفراز میگردند و او در
آن هنگام یک بیت را میگوید که زبان گفت عجیب. یک فصل دارد آدم عجیب. درباره استاد احمد دانش در آنجا معلومات داشته است. تصویر میکند که هنگامی که این شخصی بود که قدی به نهایت دراز داشت، جامعه عادیه که در دیگر آدمان باید که یعنی که به طرز معتدل می ایستاد، در او در سر زانویش می ایستاد. سر این آدم از حد زیاد کلان بود. از این سبب هنگامی راه رفتنش فکر میکرد که وی به تکیه کرده ایستاده است و او هنگامش دائم از سو گرفته میگشت و او هنگامی که وی به مدرسه می آمد همه آدمان او را از دور دیده هر سخنهای بد درباره‌اش میگفتند. با نام‌های گلنار و یادگار در کدام اثر استاد صدرالدین عینی دچار آمدید و کمی نقل کنید درباره همین اثر. در اثر دو خونده است که یعنی که اینها همدیگر را دوست می داشتند. در آنجا مثلا بتبرک کردن آنها است که گلنار میگوید، یادگار میگوید به گلنار، گلنار تو شوه دختر را میدانی؟ بعد یادگار میگوید که بله شوه دختر خودی تو هستی. بعد میگوید که نه من این رو نه بیت رو میگم. آنها آن هنگام این یعنی که شعر را میخوانند. مضمون مختصر اثر عبدالرؤوف فطرت مناظره. در آنجا بسیارتر بحث درباره مکتب‌های جدید و مکتب‌هایی که در زمان پیش بودن می‌رود. در آنجا خیلی بحثی پرجوش و خروش است، یعنی که هنگامی که دو نفر بحث می‌کنند، یکی مکتب‌های زمانی کهنه یعنی که تشویق می‌کند در آنجا باید بخوانند، یک نفر می‌خواهد که درباره مکتب‌های نو معلومات دهد. و اون هنگام یک نفر می‌گوید که کود به من اثبات کن که فرقیت مکتب‌های نو از زمان کهنه در چی است و آدمی که در مکتب نو تحصیل کرده است از آن دیگر آدم‌ها چه فرق می‌کند. و آدمی که می‌خواست که یعنی جدید بود می‌گوید در مکتب ما آدم‌ها در 6 ماه خط و سواری پوره می‌برند. این چون غیر از کتاب دستخط‌ها دیگر کتاب‌های چاپی نیز مطالعه کرده می‌توانند. اما در شخصی که در مکتب شما می‌خوانند تا دست‌نویس خودشون نوشته می‌توانند و نامشون نیز به پورگی خود نوشته نمی‌توانند. تشکر. از اوزر چی می‌دونید؟ کاری زمانه خوب به یک تن نمی‌شود، با یک چراغ دهکه درفشان نمی‌شود. آن به که تن دهیم غمی سرنوشت را، جادوی وقت را که شکستن نمی‌شود. پرسیدیم به طنز دلت از چه جنس بود؟ خون بود و اشک دل که زی آهن نمی‌شود. از ریش خود مناز و زی تابی برود هم گاه هزار مرد یک زن نمی‌شود. شهنامه به حضور غرورش نداشت رنج، افراسیاب اگرچه تهمتن نمی‌شود. نقصی زمان نمی‌شود از سعی من درست، با یک چراغ دهکه درفشان نمی‌شود. آفرین. فرزانه تیمورова هستم از ناحیه یابانی ولایت ختلان، اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی در نامیناسیون دوم. من چند مصرع میخوانم شما ادامه دهید. به دیدن نقش روی تو، به گوش گفتگوی تو، هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو. زمین برادرم برادری به جان و دل برابرم. زمین اوکراین را قدم زدم، ز سر رو بر قدم زدم. رمانی دختری آتش استاد جلال کرامی با تصویر چی آغاز میکنه؟ با تصویر زندگی دلارام کنیز. چرا دختری آتش نام گرفته است همون؟ برای آنکه این دختر خیلی جسور بود و همیشه مبارز بود، مبارزه می بردن. قید کردید شما ایا سیاد شرم کن مرنجان نیم جانم را. ایا سیاد شرم کن مرنجانیم جانم را. پرو بالم بکن اما مسوزان آشیانم را. در این کنج قفس دور از گلستان سوختم مردم. خبر کن ای صبا از حال زارم باغبانم را. من فتحانه فتح‌الله خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 62 ناحیه یاوان میباشم. داوطلب در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در نامیناسیون دوم از یاد کردن و خواندن ادیبان معاصر تاجیک میباشد برآمد مینمایم. رباعیات محمد غوایی گردی غم تو نشسته بر خاک دلم. گردی غم تو نشسته بر خاک دلم، ابری علمت گرفته افلاک دلم. ای با تو غمهای مرا تازه مکن، ای برق مکن زیادت و چاک دلم. اینجا پسری وطن ذکر شده است، یک پاره قرائت کنید. تو بینگر اوکراینی مهربان رو مثلا روخی زرد و دلی خونینی آن را،
براهش نه هراس از تیر دارم، نه ترس از دم شمشیر دارم. میکالا رفت حمایت کن وطن را، که به آن تو نخواهی یافت من را. اگر خواهی که خود ناخوش نباشی، پدر آزار و مادر کش نباشی. اگر تو عشق را داری مقدس، اگر آن را نگه داری زینا کس. بیرو نابود کن یغماگران را، فاشیستان دشمنان مال و جان را. من شهنازه سفر هستم از شهر حصار، مادر دو فرزند، خانشین، ختم کرده کالج طبی. همین کتابی لطفت کنجه و شراره خاطره ها. بله، این به خاطر حافظه زنده یاد مقدس نبیه و نوشته شده است. از دوره دوستی اون کس که آنها در یک خانه عمومی با هم استقامت میکردند، از همون دوره ها تا به دوره های وفات کردن مقدس نبی و درباره مادر اون کس که هر یک یادبود اون کس به فرخور میرفتند، به حولی آنها میرفتند، همین خاطره های لطفت کنجه و درباره مقدس نبی و نباشد. اینجا از اشعار استاد عینی نمونه است. گلی سر قرائت کنید. راز دل می گفتم، مرهمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم، همدمی می داشتم. در شب هجران نمی شد زخم دل ریشی روان، گرزی وصل یک پریرو مرهمی می داشتم. مهنتی گیتی به تلخی کی را بودی جان من، بوسه گر از لبی ایستاده می داشتم. از تماشای گل سرخ از چی می ماندم جدا، گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم. چو ترازو کی شده سرگشتگی با من نصیب، عینی ار فکر نه از بیش و کمی می داشتم. سفر و عایشه هستم، خواننده صنف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه فرخار. عایشه بانو، شما از ناحیه دوردست غیرت کرده آمدید. از فرخار تشکر. از استاد ترسونزاده یک پارچه شعر قرائت کنید. از دوستان جان شیرین یک پارچه میدونم. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دل من منزل یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. بی تو نگذشت از گلویم آب هم، بی تو نیامد به چشمم خواب هم نیامد خواب هم. کتاب های نثری هم نوشتید از اولوغزاده، از استاد عینی. این کتاب را خواندید یا کمی معلومات دارید؟ خواندم. واسیه خواندید؟ واسیه بله. میرزا اکرمبای کی بود است؟ میرزا اکرمبای این میری بالجوان بود. محسودینوف امیرخان، دکتر هستم، دکتر جراح از ناحیه میر سید علی حمدانی. هر کی ما را یاد کرد ایزید مر او را یاد باد. هر کی ما را خار کرد از عمر برخوردار باد. هر کی در راه ما خار فکند از دشمنی، هر گل که از باغ وصلش بشکفد به خار باد. در دو عالم نیست ما را با کس گردی غبار، هر کی ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد. زبان مادری استاد بازار صابر. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خیطه بلخ و بخارا داشت داد، سنت والای و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمن دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمن به سنتش دیوان مولانا گرفت، دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد، دشمن به خانهش در خانه او جا گرفت. داد او از دست گرز رستم و سهراب را، بربران ناتوان را توانا کرد او. نام خود را همچو گوری رودکی از یاد برد، قاتلان خیش را مشهور دنیا کرد او.
قامت کوتاه منغیت از منال کله اهل خراسان شد بلند. پستی صحرای قبچاق از بلندی بدخشان شد بلند. خلق تاجیک، خلق ارمان، آب در چشم چون یتیمان، در لبش خشم چون اسیران، از وطن تا بر کفن هر بود و نابوده که بود، بر کفن طلب و وطن طلبنده ها بخشید داد. بنده شکرانه سعیدова هستم، آموزگار گیمنازیای دولتی رقم 1 ناحیه جلال‌الدین بلخی. از استاد اسکر حکیم ذکر کرده، یک پرچه شعر قرائت کنید. روبوی. سنگ نشکست سنگ دریایی را، رنگ نبرید رنگ دریایی را، هر جا که بزرگ است بزرگ خواهد، در کول نجو نهنگ دریایی را. وقتی که استاد عینی میخواهد که حجره گیرد از قاریسمت، بعد از دست میکشد، روزی نمیشود. چرا؟ همین قاریسمت از آنهایی که در خانه او زندگی میکردند بله طلب میکرد که بر عوض باز مبلغ همچنین هر بیگو آش. بله قصه تمنای خوندی؟ تمنا بله، یک دختری که او عروس است، عروسی یک هفته اینه عروس است. وقتی که او خب با وی می رود او را قوه برق میزند، اما او نمرده است، اما نزدیکانش گمان می سازند که او مرده است. او را میبرند و میگرانند. بعد از 3 سال این معجزه می شود. او وی از هوش گرفته بود، وی می شود به هوش می آید و با سر و روی افلاس به کوچه ها می براید. آدمان او را دیده گمان می کنند که این دختری خب هرجاگرد است و همین خاطر با او وی نمی کنند. او را پیش پا می دیند، سخنهای قبیح می گویند، تحقیر می کنند به شأن و شرفش. آهسته آهسته رفته رفته همین دختر به کارهای ناشایسته دست می زند.